تاریخ لیست شدن توکن های تابسواب به گفته خودش چند تا پست اخیر تابسواب رو میخوام با هم مرور بکنیم و تحلیل بکنیم، در موردشون صحبت بکنیم و تاریخ دقیق لیست شدنش رو پیدا بکنیم که حالا در موردش اومده صحبت کرده و جواب کار برای خودش رو بالاخره داده. میخوام ببینیم آقا چه جوری، فایده داره فایده نداره. به نظر ما به نظر حالا طبق صحبت خودش قرار لیست بشه یا نه. خیلی خوش اومدید به این ویدیو. یک ویدیو خیلی خوب واسهتون آماده کردیم مختصر در مورد حالا آینده تابسواب، اینکه آیا آینده داره آینده نداره، چیکار بکنیم چیکار نکنیم. ممنون میشیم برید همین الان یه استاپ بکنید، یه لایک بکنید، یه سابسکرایب هم بکنید. خیلی با این کارتون کمک میکنید، واقعا دوستتون داریم، قربونت. حتما این کار بکنید. اصلا مرسی که الان رفتی انجام دادی، لایک کردی، واقعا دست گلت درد نکنه. ببین تابسواب 19 جولای اعلام کرد که خب داره داخل AMA داخل یه جلسه شرکت میکنه که خب حالا تون کیپر هست. دی اوپن نتورک میشه همون TON، همون تون اگه خب شبکه شدین دی اوپن نتورک. یس کوین هم بوده با چندین که خب کتیزن بوده، خودش هم شرکت کرده در مورد حالا لیست شدن شما. یه سری از حالا آپدیت هاشون صحبت کردم و میبینیم همینجوری سر جلسه دی اوپن نتورک شبکه تون که کل پشتیبانی اینا همین تون کیپره. واقعا کیف پول خیلی فوق العاده دیگه. الان با این حرکتش واقعا خیلی اعتبار گرفته، با این همه مینی اپ های معتبر و پر از پلیر کتیزن هم هست. بچه‌ها یه صحبتی همین الان میخوام باهاتون بکنم. یس کوین، همستر کامبت، گیت گیمز، تابسواب، کتیزن، این رو نمیدونم سیمز همچین چیزیه. من اینو اصلا تا حالا ندیدم نشنیدم. همینجور که داریم میبینیم این چند تا مینی اپ دارن با هم حالا مذاکره میکنن، وارد یه جلسه شدن. ما نمیتونیم بگیم بچه آینده تابسواب بده. همونجوری که ما در مورد کتیزن این همه صحبت کردیم، گفتیم آقا خیلی پارتنرهای خوبی پشتشه، خیلی معتبره، حتما استفاده بکنید. حتی خود پاول روف داخل کانال تلگرامش از خود کتیزن حمایت کرده. پس خود کتیزن هم در کنار تابسواب هم در کنار همستر کامبت و همچنین یس کوین. گیت گیمز و این رو نمیدونم، این دوتا رو مطلع نیستم، ولی 1 2 3 4 تا از مینی اپ های فوق العاده رو داریم در کنار همدیگه میبینیم. ما اگه حتی قید تابسواب و یس کوین و کتیزن هم بزنیم میبینیم که یه دونه ابرقدرت اینجا هست. پس اینا همه در یک ردن، چون همستر کامبت واقعا قابل مقایسه با بقیه مینی اپ ها نیست. پس اعتبار همستر کامبت در مقابل حالا تابسواب و کتیزن و یس کوین یک اعتبار یکسان دارن و در اوپن نتورک هم که همون شبکه تون هم میبینید با همشون وارد مذاکره شده اینجا. یعنی بچه‌ها تیک اوکیه بچه‌ها، بزنید کتیزن، تابسواب، همستر کامبت، یس کوین. به نظر من اینها که حالا وارد مذاکره شدن خیلی زمان لیست شدنشون میتونه نزدیکتر باشه. اینو بهتون قبلش بگم حتما. و مثلا خیلی ها میرن پیکسل ورس رو میزنن. پیکسل ورس هم اینجا میبینیم حالا تبلیغش رو خود تابسواب هم گذاشته، همون پیکسل تاب یا پیکسل ورس نمیدونم حالا هر کدوم تبلیغش هم گذاشته. بچه‌ها اینا همشون به هم دست دادن، ولی بهترین اونایی که حالا چیزی به لیست شدنشون نمونه داخل جلسه AMA در مورد حالا لیست شدنش مذاکره و صحبت کردن همیناست. کتیزن، تابسواب، یس کوین، گت گیم و این دوتا نمیدونم، من خودم پروژه‌اشون شرکت نکردم. اگه شما شرکت کردید که دمتون واقعا گرم. در مورد یه آپدیت دیگه هم صحبت کردی که گفته آقا من اینجا بیارم قشنگ شما بتونید بخونید. نوشته آماده شید یک ویژگی تعاملی جدید به زودی برای برنامه تابسواب. شهر مجازی خود را بسازید و مدیریت کنید، چالش ها را کامل کنید و جواز کسب کنید. یه جورایی مثل امپراتوری ایلان ماسک که به شهری قراره بسازه فکر کنم، در حالی که جزئیات هنوز در دسترس نیست، یعنی چیزی هنوز کامل نشده. میتونیم به شما بگیم که این بازی فرصتی عالی برای افزایش ایدرا شما ارائه میدهد. یعنی شما در اصل قراره وارد یه فضای اینجوری بشی، یا به گفته خودش قراره حالا یه خونه سازی، یه مدیریت یه شهری باشه که شما بتونید با اون بازی توکن هاتون رو اضافه بکنید و توکن هاتون رو بیشتر بکنید. و حالا توکن ها منظورم همون سکه های خود تابسواب. مثلا سرمایه گذاری میتونید بکنید، ساخت و ساز میتونید بکنید. حالا همینجوری که خودش نوشته این زیر میگه فعلا ولی خبری از
دسترسی هیچ چیزی ما از آپدیت جدید نداریم، هیچ چیزی نمیتونیم به شما اطلاعات دقیق بدیم، فقط منتظر آپدیت جدید بمونید. میگه شما میتونید لذت ببرید از این آپدیت. من نمیدونم، ما هیچ لذتی جز ذلت نبردیم تو این مدت. یعنی بعد از مدت ها اومد اول کانال یوتیوبش رو راه اندازی کرد، بعدش اومده داره میگه خب یه آپدیت دیگه هم میخواد بده که خب حالا خیلی میبینید اینجا عکس این خمیازه رو زدن، یعنی ناامیدیم واقعا ازت و حوصله‌مون دیگه نمیکشه. خیلی خیلی اعتبارش رو کامل از دست داد، ولی بازم میگم داخل جلسه AMA شرکت کرده، به هر حال امید هست. ولی با آپدیت جدیدی که داره الان میاره فکر کنم زمان لیست شدنش کوچولو افتاده عقب، ولی باز هم نمیدونیم وقتی ربات‌ها آپدیت میدن قراره زمان لیست شدنشون به تأخیر بیفته یا باز هم خب همون لحظه لیست میشه، مثل همین همسه کمت که الان یه پلیگراند آورده تا 2 روزم طبق حالا رودمپ خودش گفته جولای دیگه لیست میشه. ما الان 30 جولای، فردا میشه 31. آپدیتی که داده خب الان چند روز آپدیت داده، اگه لیست شد پس ما هم میگیم آقا تبصاف هم اگه آپدیتی بده مهم نیست، اشکالی نداره، پس زمان لیست شدنشون جلو عقب نمیکنه این آپدیت ها. همونجوری که خب حالا همسه کمت هم با آپدیتش زمان لیست شدنش جلو عقب نشده. در مورد لیست شدنش اینجا صحبت کرده این بالا فکر میکنم اینه، بله، نوشته که شما پرسیدید ما پاسخ دادیم، راه اندازیش هم زمانی است. این محبوب ترین سوال است، همونطور که میدانید برای Q3 تنظیم شده است با تاریخ دقیق به زودی. ویدیوهایی که حالا اینجا نوشته میتونید کیف پولتون رو اتصال بکنید، ویژگی‌هایی که حالا در آینده میاد و همین این مابقی اخبار بود که گفتم بهتون بگم. حتما به نظر من داخل این پروژه شرکت بکنید، ناامید نشید ازش. یه کوچولو میتونه به قولی بعد قول به نظر برسه، ولی پروژه‌ای نیست که اعتبارش کم باشه. یعنی اگه بعد قول باشه اعتبارش کم نیست. الان فکر کنم سری دو سری شده که قرار بوده لیست بشه و به تأخیر انداخته. سری اول گفت که میخواد اونایی که از اتوکلیکر استفاده میکنن و حالا بررسی بکنه. سری دوم هم که گفت حالا به تأخیر افتاده و ما انداختیمش عقب، میخوام آپدیت های جدید بدیم. کانال یوتیوبش رو راه اندازی کرد. به هر حال بچه‌ها اصلا دریغ نکنید ازش، به نظر من پروژه خیلی خوبیه. یعنی پروژه نیست که ما بخوایم حالا اهمیت ندیم بهش. و داخل یه ویدیو هم کامل توییتش رو در مورد این جلسه‌ای که گذاشتن کامل باهاتون توضیح میدیم یا آقا چه اتفاقی افتاد. میبینید تاریخ دقیقش هم زده، تاریخ دقیق جلسه که گذشته حدود 19 جولای بوده. میبینید همینجوری هم ساعت 9 بوده. و خب حالا در مورد این جلسه حالا چیا گفتن، چه اتفاقی افتاده، حالا دی اوپن نتورک همون تونه چه چیزایی به اینا گفته و چه اتفاقی قراره در آیندهشون بیفته، حتما این ویدیو کامل واسهتون تهیه می‌کنیم. اینم لینکش، دوست داشتید برید حالا خودتون اطلاعاتتون رو زیاد بکنید. ما هم یه ویدیو دقیق‌تر و کامل‌تر و جامع‌تر واسهتون تولید می‌کنیم. دوستتون داریم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.